هادی چوپان برنامه که می‌نویسه خدا تو من پول میگیره، ولی وقتی خودش میخواد تمرین کنه میره پیش هانی رامبات. میدونی چرا؟ بیا بهت بگم. مشکل سرتون خوش. میگم که من فقط میخوام مربی بگیرم 15 سال داری تمرین میکنی بعد میخوای مربی بگیری؟ خودمون کارو در میاریم بابا، ولش. ماشاءالله 50 تا بس. ماشاءالله همون خوبه. مخلصم. حال کردی با تمرین؟ خیلی خوبه. فقط سینو جلو بازو زنگ. آره بابا مربی میگرفتی میگفت اسکات بزن، لیفت بکش، همش با پاک دیده نمیشه، ولش کن بابا. در واقع وقتی که شما از یک مربی برنامه میگیرید، مربی چون از بیرون داره شما رو نگاه میکنه و یک ناظر بیرونی هست، میتونه نقایص پاسچر شما رو بهتر تشخیص بده و بر اساس نیاز شما برنامه رو تدوین کنه. ولی اگه قرار باشه به دلخواه خودت بری تمرین کنی، اون حرکاتی که دوست داری رو بیشتر میزنی، گاهن این باعث میشه که پاسچر شما به هم بریزه و از فرم خارج بشید.